اما قدر علم کی معلوم میشه، کی برای آدم واضح میشه؟ زمانی که از این دنیا بروه. الى جنة الله زوف الشهید وحي الشهید بأحلى نشید. تا وقتی که موجود است آدم قدرش نمیفهمه. علما یادتان باشه روح جامعه است، حیات جامعه وابستگی به علما داره. تا وقتی که علمای ربانی، علمایی که از دو مصدر وحی بری تو فتوا میده، بیان و تقریرش از دو مصدر وحی است، کتاب الله و سنت رسول الله، اینطور علما موجود باشه امت گمراه نمیشه، امت فریب دشمن نمیخوره، امت گاهی هم دوستی را با کفار قطعا نمیکنه، تاویلات نمیکنه، آن چیزی که حق است بیان میکنه. اینطور علما خیلی کم پیدا میشه در طول تاریخ. كمثل العبيد أخي صانع المجدها قد ربح. الله وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله خوب هستی دوستان؟ جزاکم الله خیر. همین یک سوال داشتم استاد درباره عقیده شیخ ابو محمد مدنی چی گفتنی داره؟ خب آنطور است که ما و شما اینجا مثلا یک شما برادر محترم اشخاص که مثلا مشخصا میین و میگین اینالی ضرورت به این پیدا میشه که انسان وقتی که درباره یک کسی که میگه عقیده‌اش مکمل ما سرش بحث بکنیم مجبور هستیم که تمام درس‌های از و کتاب‌های از و کلیپ‌های از کلش بشنویم و باز اون قسمت انسان میتونه درباره یک کسی قضاوت کنه و انشالله تا جایی که مثلا از شنیدیم انشالله خوب است. جزاکم الله خیرا. لکن تو اگر انسان میتونه که مکمل سر یک کس حکم بکنه تمام شه دیگه این چی هست؟ انسان کلی هم درس های یک کس را بشنون و مثلا نمیال بسیاری وقتا مثلا یک کسی سید قطب میگه، یک کسی مثلا حسن البنا را میگه، یک کسی از بسیاری علمای دیگی را میگه. بناهن تا وقتی که انسان کل کتابای از رو و چیزای از رو نخوانده باشه حکم کردن نمیتونه. لکن انسان مثلا تا جایی که شنیده میتونه مثلا بگه که مثلا ما شنیدیم، ما بسیار کم شنیدیم به این راستا، از خاطر مشخصا درباره افراد حکم کردن نمیتونم و نظر نیک داریم. انشاءالله خوب است. جزاک الله خیر جناب استاد. انشاءالله خوب باشه استاد محترم. همچنین تمام علمای حقانی آمین. استاد بزرگ انشاءالله خوب باشه. الحمدلله. و من یک سوال دارم اینه در مورد عقیده محمد مدنی بگوید. تشکر. عقیدهش الحمدلله خوب است، عقیده خراب نداره دیگه ماشاءالله دیگه. نحسب كذلك ونزكي على الله حدا. ظاهرا که میبینیم الحمدلله با اسلام برابره. ما خود زیاد نشنیدیم گپاش، یک چیزی بعضی گپا شنیدیم ماشاءالله گپ خوب میزنه و عقیدهش خراب نیست، عقیدهش کش میکنه زیاد، عقیدهش مطابق عقیده سلف باشه، صحابه تابعین تابعین ما مجتهدین و کسایی که به منهج صحابه روان هستن. خب خطا هر کس بعض خطا داشته باشه، هر کس خطایی داره، از خطی تو نیست که از خطا خالی باشه انسان. اما در مجموع یعنی عقیده الحمدلله ما که چیزی که دیدیم شنیدیم تا ولی زیاد نشنیدیم، کمی شنیدیم الحمدلله خوبه. عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين. محمد المدنی برادر بزرگوار ما جوان است. حتی ما من حیث یک شاگردش هم نمیایم فکر بکنین. یعنی ما ابو عمری که از 2004 اینمی رشته اینمی چیزم است، در راه حق روان هستم، در راه دعوت روان هستم. ابو محمد المدنی حفظه الله این الله جو اینقدر علم برش داده در اصول حدیث، تفسیر، عقیده جوره نداره. قبول بکنین
ما با خود شیخ هم صحبت هم کلام شدم و کتابای از او را دیدم، سبحان الله، رساله از او را دیدم. یعنی امو دیشب یک برادر ما قصه کردن، امروز بسیار جگرخون شدم، بسیار جگرخون شدم. ما در روز قیامت او ذاتی که عادل است، اونایی که تمسخر کردن و سرش خنده کردن، وای برادر ما آمدن انشالله از گردن قبول کنه که ما از همینجا شیشتما چلنج میتونم که در هر عالمی که میخواد با بحث بکنه، من در مقابلش هستم و به امیر ما در استودیو میام باش بحث بکنه. فقط چی؟ فقط یک 10 دقیقه، زیاد نه 10 دقیقه. یعنی او شخصی است که از مدینه منوره به درجه اعلا فارغ شده، به درجه اعلا فارغ شده. ماشاءالله، مثال بسابال است، مثال 50 استادار زانو زده او آدم. الحمدلله 50 استادار زانو زده. یک کسی که عالم دین است، بالاتر از یعنی صدها شاگرد در تمام نقاط دنیا داره و طلبای از او را ببینین هر کدامش خود از این لیسانسر است در شریعت. یک انسان لیسانسر میایی حالا هویت تا معلوم دی هی بس برای موافقانه شرم از بالا، شرم از نه من خجالت بالا کشید، والا من خجالت کشیدم، در وجدانم خجالت کشیدم. بسیار سوی ما پایین است، بسیار برادر عزیز. اما یک شخص چرا منم یه چیز اما خودکش و بیگانه پرور نه نمیره خمسم دیگه نمیره. عالم برادر عزیز ما گفتن که درباره شیخ مدنی چی نظر دارید؟ بسیاری ها میگویند که یک شخص تکفیری و استخباراتی است. خب برادر محترم، درباره شیخ ابو محمد مدنی باید بگویم که یک عالم ربانی، یک دعوتگر ماشاءالله حقانی است. الله حفاظتش بکنه. به خاطر الله سبحانه و تعالی این دعوتگر دوست داریم. با این دعوتگر هیچ کس دشمنی نداره جز همی آذری ها و مدخلی ها و همی صوفی های درباری و مشرکین کفار با این دشمنی داره. بس واقعا یک عالم جوان، یک عالم تحصیل کرده است، ماشاءالله بسیار یک عقیده توحیدی داره. هر جای که سخنرانی‌هاش میبینین گوش کنین، انشاءالله شیار بسازیم. امی عالم و دعوتگری که در مقابلش مردم نبود، مردم بدردش نگفت، مردم لقب برش نداد، مردم تاپه برش نزد، افراطی و دهشتگر و وحشتگر برش نگفت. امی سر امی توری ملا و علما یک چلیپای بکشین، نه ویدیوهایشان گوش کنین، نه درسهایشان گوش کنین، اصلا وقتتان ضایع نکنین. امی هر دعوتگر و هر عالمی را که دیدین که تکفیری گفتن، استخباراتی گفتن، فلان الان گفتن، خب برین یک تحقیق بکنین، درسایش گوش بتین، ببینین مطابق قرآن و سنت بود، گوش بکنین، عمل بکنین. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. ابو محمد مدنی تکفیری است. خلاصه نه، ابو محمد مدنی تکفیری نیست. الله را من شاهد میگیرم ابو محمد المدنی تکفیری نیست. یک عالم برجسته، یک عالم ماشاءالله جوان حقگو، الله جل از اونها راضی باشه. شما که او را تکفیری میگین، با کدام منوال دلایل بیارین؟ در مقابلش اگر شما دلیل نداشته باشین، او را تکفیری معنایش است که مرد شما او را کافر خطاب میکنید. یعنی مردم یک دلیلی بسیار صریح از قرآن و سنت در مقابلش بیارین و نه ایتو نشوه که در حضور الله سبحانه و تعالی در روز قیامت از شما پرسان شوه که به می عقیده که در ذهن شماست که ابو محمد و ابو عمر و امثال و اینا تکفیری هستن. تکفیری اونایی هستن که در گناهان کبیره تکفیر میکنن. تکفیری اونا است که انسان هایی که حاکم عادلی که وجود داره و حاکمی که واقعا سر چشمه قرآن و سنت است، اونها را تکفیر میکنن و عامه مردم را تکفیر میکنن. اونا تکفیری ها هستن، مثل خوارجی که در عمان قرار دارن، در یک دیاری، در یک شهری در اونجا هستن. اونا از جمله تکفیری ها و از جمله خوارج هستن که به گناهان کبیره تکفیر میکنن. ما عامه مسلمان ها را تکفیر نمیکنیم. شیخ مدنی هم به می عقیده هست، عامه مسلمان ها را تکفیر نمیکنن. هر کسی که مطابق قرآن و سنت توهین و تحقیر میکنه و او را زیر پای میکنه، ما اونها را مسلمان نمیدانیم، ولو که هر کسی بوده باشه.
اینها را تعقیب میکردم دیدم که برادر گرامی ما شیخ بزرگوار استاد محترم که از کشور تاجیکستان، ما باید در حقیقت اولا افتخار بکنیم به این نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی برادر ما را برای ما و شما عطا کرده در کشور تاجیکستان، در کشوری که واقعیت انسان گریهش میگیره که در رو طور یک کشوری طور یک شخصیت برای ما نصیب کرده. و دیدم که با این چه رقم رویه شد، رفتار شد، در حقیقت برای دعوتگران ما خوب نبود که چنین رفتار رویه بکنن. خیلی جگرخون شدیم و جناب محترم استاد ابو عمر که خیلی تلاش میکنن در رابطه با بیان حق و شیخ ابو محمد مدنی واقعیت که یک عالم مبارز مجاهد، کسی که همیشه میبینیم تعقیب کردیم که مبارزش با شرک و طاغوت و خرافات و بدعت ها می باشه. الحمدلله. دوستان نهایت عزیز، ما در رابطه با آیه قرآن کریم که در سوره الطارق الله متعال برای ما و شما بیان کرده است، بسم الله الرحمن الرحیم، یوم تبلی السرائر، در روزی که رازهای پنهان آشکار میگردد، در روزی که اعمال و اقوالی که انسانها آن را پنهان میکنند آن روز آشکار میشد. یعنی اعمال ما، اقوال ما و عقایدی که انسان در دنیا او را پنهان میکند، الله سبحانه و تعالی در آن روز از همه آن پرده می‌کند. و الله متعال برای تمام برادران و خواهران عزیز ما توفیق این را نصیب بکنند که از هیچ کسی هراس نداشته باشند، در بیان حق هرگز از کسی هراس نداشته باشند، نه از دولت نه از هیچ کسی. از زمانی که دعوت به توحید آغاز شده که همانا از زمان نوح علیه السلام است که همونطور جانها فدا شده، سرها فدا شده و ما هم به خاک پای رسول الله نمیارزیم چی برسد برای انبیا علیهم السلام. هتف الشبل هتف الشبل هتف الشبل سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا هتف الشبل هتف الشبل. علماهای بزرگ اهل سنت و الجماعت شیخ محمد ابن سیرین، امام دهاق، امام مالک رحمت الله باد بر آنها و دیگران گفتند به درستی که این علم دین است، پس بینگر که از کی دین خود را میگیرید. حمد و ثنای بی پایان بر الله که یگانه است و نیست او را شریک، و درود و سلام به خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، به آل و اصحابشان و به تمام آنهایی که اطاعت و پیروی نمودند ایشان را تا روز دین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ترجمه حال شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله. شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله با فضل و منت الله در خانواده مسلمان و اهل علم و معرفت چشم به دنیا آورده است. از عنوان خردی به آموزش علم شرعی مشغول بوده. اولین استاد او پدر و مادر بزرگوارش بودند که به او احکام وضو و نماز را آموزاندند. همچنین معنی و فضیلت کلمه توحید و خواندن و نوشتن خط فارسی را تعلیم دادند. بعد از چند مدت تقریبا در سن 10 سالگیش والدینش او را به نزد طالب علم که ختم کننده مدرسه دینی ازبکستان بود فرستاندند تا آنجا علمی شریعت را تعلیم بگیرد. آنجا در نزد این استادش فنهای زیرین را تعلیم گرفت: تلاوت قرآن، تجوید، ضروریات دینی و مسائل فقهی، مبدع قرائت عبارت از 4 قسم و آموزش زبان عربی، قسم از علم صرف، قسم از علم نحو، نوشتن خط عربی. شیخ ابو محمد نزدیک به 3 سال عمرش را در نزد این استاد صرف تعلیم نمود. بعد از آن ایشان او را به استاد خود که در شهر خوجند ولایت سغد تاجیکستان بود
راهنمایی کرد. در این میان او از یک طالب علم دیگری فقه حنفی را، آداب و اخلاق شرعی و زیبا تلاوت نمودن قرآن را آموخت. سپس در آنجا علم صرف و نحو را در مسجد شیخ مصلح الدین تعلیم گرفتند. بعداً به دهه چارکوه شهر اصفهان برای حفظ قرآن و آموختن زبان عربی به حجره نشست. از سال 2003 تا 2006 در یکی از مدرسه های دینی ولایت سوخت تحصیل نموده، در سالهای آخر این مدرسه یعنی سال 2006 به جمهوری ایران به منطقه اهل سنت برای ادامه تحصیل رفته، آنجا ادبیات فارسی را در مدت تقریبا 1 سال آموخت. تحصیل در مدینه. سال 2008 به فضل کرم الله به شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه منوره آمده، حجت‌هایش را به دانشگاه مدینه منوره تقدیم نمود. تا معلوم شدن نتیجه حجت‌هایش در مسجد نبوی مدت 7 ماه علوم زیر را آموخته است: حفظ قرآن، تجوید، حفظ حدیث به مانند 40 حدیث نبوی، عمدة الاحکام و بعضی از دیگر کتابچه های خرد حدیث، سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم از کتاب رحیق المختوم، علم نحو، حفظ متنهای طالب علم از شیخ قاسم امام مسجد نبوی، آموزش عقیده از شیخ ابراهیم رحیلی و شیخ عبدالرزاق پسر شیخ محسن عباد و سحیمی و غیره. اشتراک در درس‌های شهر حدیث شیخ محسن عباد. بعد از 7 ماه تحصیل در مسجد نبوی به جامعه دانشگاه مدینه منوره قبول شده و در این دانشگاه مبارکه مدت 1 سال ادبیات و گراماتیک عربی را آموخته است. در همین مدت بعد از نماز شام تا وقت خفتن به فضل الله به درس‌های شیخ عبدالمحسن عباد و بعد نماز خفتن به درس‌های تفسیر عبدالله ابن محمد امین شنتقی اشتراک نموده است. بعد ختم این بخش به دانشگاه شریعت داخل شده فایده بزرگی را نائل شده است که الله را خیلی سپاسگزار است. در 2 سال آخر در مسجد نبوی کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم را حفظ نموده است و علم میراث را علاوه از دانشگاه در مسجد نبوی تعلیم گرفته است. شیخ‌هایی که استاد از آنها علم آموخته است اینهایند: در علم قرآن عبدالله ابن محمد امین شنتقی، شیخ صهیبانی تفسیر قرآن، شیخ نقیب تفسیر سعدی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر شوکانی در دانشگاه. در شرح علم حدیث از شیخ محسن العبد در مدت 8 سال کتب از 6 را 1 را آموخته است. محمد مختار شنتقی شرح موطع ابن مالک و شرح عمدة الاحکام. شیخ عبدالله فوزان و قاسم امام مسجد نبوی حفظ و شرح بلوغ المرام با شرح ابن عثیمین. شیخ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن 40 حدیث نبوی و ادب المفرد امام بخاری. دوره علمیه شیخ عبدالکریم الحزیر در علم حدیث. شرح سنن ابو داود در نزد شیخ حادل مدخلی. در حفظ حدیث حفظ 40، عمدة الاحکام و بلوغ المرام در دوره های امام مسجد نبوی شیخ قاسم. حفظ صحیح بخاری و صحیح مسلم در دوره های علمی شیخ یحیی عبدالعزیز یحیی. در نزد شیخ سالم در عقیده در نزد شیخ جربوع ابراهیم رحیلی، شیخ سحیمی، صالح عالی شیخ و شیخ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن. در دوره های علمی شیخ صالح فوزان، عبدالعزیز مفتی سعودی و شیخ لحیدن. علم فقه و اصول فقه شیخ ابراهیم حزم فقه، شیخ سلیمان رحیلی اصول فقه، شیخ حماد المبارک اصول فقه، شیخ مختار شنتقی، عبدالله مطلق، شیخ شسری علم اصول، شیخ صالح فوزان در مسائل فقهی. کتب السیته جامع الصحیح بخاری، جامع الصحیح امام مسلم، سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن الصغرى نسائی، سنن ابن ماجه. تحصیل در مصر. بعد از ختم دانشگاه مدینه منوره به مصر سفر کرده
در آنجا درجه ماجستر را در قسمت شریعت نائل شده است. تقریبا مدت 1 سال در نزد شیخ مصطفی عدوی تفسیر قرآن، علم حدیث و اصول تفسیر را نیز آموخته است. این همه از فضل و برکات الله بود. حالا شیخ اسکندر ابو محمد مدنی حفظه الله به دعوت در سامانه‌های اجتماعی مشغول است. این بود ترجمه حالی شیخ اسکندر ابو محمد مدنی حفظه الله. و در آخر پیام ابو محمد مدنی را برای شما میگذارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم و خواهر موحدم، بارک الله فیکم. اگر من ساکت بمانم و تو ساکت بمانی، پس چی کسی میخواهد که جاهلان را راهنمایی بکند؟ پس همین است که زمان اهل حق از بیان باطل ساکت و خاموش شدند، اهل باطل گمان کردند که آنها حق هستند. بیایید همه یک جایه توحید را نصرت بدهیم و توحید را نشر بکنیم تا که از جمله نصرت دهندگان دین الله و از جمله نشر کنندگان توحید باشیم. بارک الله. در احادیث زیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که انسان در وقت فتنه ها زمانی میتونه نجات پیدا کنه که به علمای حق رجوع کند. علمای حق تا وقتی که باشد امت به ضلالت نمیره، به گمراهی نمیره. خصوصا در یک منطقه بودن عالم حق بزرگترین یک نعمت است. عالم حق که در یک منطقه نبود، عقیده تا نمیفهمی، عمل تا نمیفهمی، حلال نمیشناسی، حرام نمیشناسی، طریقه عبادت و اطاعت نمیشناسی، طریقه زندگی اسلامی را نمیشناسی که چی است. به می خاطر اگر علمای حق نباشد مردم غرق میشن، هلاک میشن. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که از جمله علامات قیامت این است که یقل العلم، علم کم میشه، و یظهر الجهل، و جهل زیاد میشه. این را امام بخاری نقل کرده است. و سبب قلت علم، چرا علم کم میشه؟ او را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که موت حملته، عالما از بین میرن، علمای حق میمرن یا دور میشون یا برشان مصیبت میفته، مشکلات میاد سرشان و یا بندی میشون، یعنی مختلف مشکلات سرشان میاد. علما که جامعه دور شد، اینجاست که باز جهل حاکم میشه. جهل که حاکم شد، کشتار و بی‌حیایی و ظلم و تجاوز، نامش دیگه جنایتی که است در جامعه میشه. زیرا علم که رفت، قرآن دور شد، دیگه همه خیانت ها میشود. حتی اذا لم يترك عالما، تا اینکه باقی نمیماند عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم رئیسای خودان، کلانای خودان جاهلا را تعیین میکنن. کسی که از اسلام هیچ خبر نداره، حتی دشمن اسلام است، او را تعیین میکنه رئیس. وقتی که او را تعیین کرد، کلان مفتی خود او را تعیین میکنه جاهل. فسألو، با سوال میکنن از مجاهل که اسلام چی میگه، چی کار کنیم، با ما هدایت بده صاحب فلانی خان صاحب، با ما هدایت بده چی کار کنیم. باز هم فتوا میتن، ففتوا بغیر علم، فتوا میتن بدون علم، جواب میتن بدون علم، بدون از اینکه روشنی قرآن حدیث باشه. با نتیجه چی میشه؟ فضلوا، گمران میشون مردم، و ضلوا، مردم هم گمران.